سلام، امروز خیلی سریع میخوام آموزش چین یک طرفه برای دامن رو بهتون بدم. اول از همه میایید پنسل شماره 4 رو انتخاب میکنید، یه لایه جدید ایجاد میکنید و تو اون لایه جدید میرید استدی استروک رو روشن میکنید. درجه استدی استروک رو روی 43 میذارم. 2 تا خط موازی و مستقیم به هم میکشم، نسبتا به هم نزدیک باشه، همونطور که طبق تصویر میبینید. و بعد میام تو قسمت لایه ها یه لایه جدید ایجاد میکنم. با یه رنگ دیگه سعی میکنم که چینای دامنم رو بکشم. دقت کنید تو لایه جدید حتما این کارو بکنید. این خطوط موازی خطوط راهنمای ما هستن و در آخر قراره که پاک بشن، پس تو 2 لایه مجزا حتما انجام بشه. برای دادن چین یک طرفه یه حالت موج بکشید. این موج باید قسمت پایینش که میره یکم تیزتر باشه، قسمت بالاش یه ذره گردتر میشه و یه حالت مورب داره. همونطور که میبینید من زوم میکنم میکشم و چندین بارم هی خطا میره و دوباره باید بکشید. مرحله دومش اینه که خطوطی مستقیم رو به بالا از گوشه تیز چین ها بدید به بالا و مرحله سومش هم اینه که یه خط مستقیم برای پشت چین ها ایجاد بکنید، دقیقاً جاهایی که من دارم خط میکشم. اگر آموزش سایه زنیشو روی بدن مانکن میخواید و میخواید یا دامن چیندار کامل براتون بکشم، حتما کامنت کنید. توی این قسمت اون لایه رو که 2 خط موازی کشیده بودیم میکشیم و میندازیم سطل آشغال طبق تصویر و میایم توی لایه که هستیم، لایه فعلیمون، و اگر دامن کامل کشیده بودیم شروع میکنیم به رنگ کردن. اگر آموزش براتون کاربردی بود لطفاً حتما ویدیو رو لایک بکنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید که از ویدیوهای بعدی مطلع بشید و این دوره همچنان ادامه داره تا پیشرفته.